آیا شما هم که ویدیو رو میبینین از درد پاشنه پایتان رنج میبرین؟ این درد همیشه در پایتان است. پس بیا با این درد برای همیشه خداحافظی کن. نبی مرادی هستم. در اثر کسب اطلاعات جستجوهای زیاد امروز خواستم این ویدیو رو برای شما شریک کنم که با این درد پاشنه پا خیلی از دوستای ما از این درد رنج میبره، دایم استاد هستن یا راه میره در سر کارشان، خانه که میای احساس یک درد در قسمت یمی قسمت پایش میکنه. پس این درد خار پاشنه پا است. امروز را با هم یک جا با این درد خداحافظی میکنیم. خب چی کار میکنیم؟ پس بیا با من همراه باش. وقتی خانه آمدی هر روز بعد از کار میری اول پایت با صابون میشویی، پاک منظم که شستی با یک حوله یا دستمال این خشک میکنی. پایت که خشک شد روغن کنجد داشتی، روغن زیتون داشتی یا روغن مایی داشتی، هر کدامی که داشتی فرق نمیکنه. روغن بگی در این قسمت پایت چرب کو با زمین انگشتت از قسمت بالا حدودا 10 دقیقه از این طرف پای 10 دقیقه در این طرف پای ماساژ بدی به این حالت. بعد از یک هفته 2 هفته خودت احساس میکنی که همین درد از پایت کم میشه، گم میشه. بعد از مدت ها همین درد کاملا از پایت گم میشه، با این درد خداحافظی میکنی. پس اگر خواستی که با درد خار پاشنه پا، با درد کمرت، درد معدت، گاز معده و سردردی مداومت واقعیت برای همیشه خداحافظی کنی، از این درد خلاص شوی، پس با من نبی مرادی همراه باش.